اما یکی از مزایای اینترنت اینه که همه فرصت برابر دارن برای اینکه هر چی دلشون میخواد بگن، خصوصا به لطف شبکه‌های اجتماعی. البته این میتونه نکته منفیش هم باشه وقتی اطلاعات غلط در ظاهر درست یا علمی پخش میشن و کاربران بدون توجه به درست و غلط بودن محتوای پست‌ها اونا رو به اشتراک میذارن. سایت گمانه پستایی که به اصطلاح خود سایت شایعه یا افسانه هستن رو بررسی میکنه و سعی میکنه بر اساس منابع موثق اونا رو تجزیه و تحلیل و درست و غلط بودنشون رو به کاربران نشون بده. فکر کنم بدون وجود همچین سایت‌هایی هم باید یاد بگیریم بیشتر در مورد مطالبی که میبینیم و میخونیم فکر و تحقیق کنیم و هر چیزی رو زود باور نکنیم. اینم از برنامه این هفته کلیک. تکرار این برنامه رو میتونید تو وبسایت ما ببینید که نشونیش هست bbcpersian.com/click. از همونجا میتونید نظرات خودتون رو برامون ارسال کنید. ایمیل هم برامون میتونید بفرستید با آدرس persianclick@bbc.co.uk یا به سادگی توییت کنید با یک @persianclick تا به دست ما برسه.